سلام از گاه خدا شما بینندگان عزیز. حالا میبینه که کریستیانو رونالدو پشت میز قرار میگیره، خودش رو تنظیم میکنه، چشش به کوکاکولا میفته. اولی که رژیم میاره کنار میذاره، دومی هم مثل که داره کنار میذاره. حالا ببینیم هدفش چی اصلا، چی برای گفتن داره. آب مایه حیاته نه ایوون. درخواست VAR دارن. آب مال مغز قاطع بی‌عصابا. یه بار دیگه چی شد؟ این آب واسه قناته، تصفیه شده نیست. با چجوری فهمید؟ آب قند و نباته، البته بدون شکر. چی میگه؟ آب باز کننده صداته، بیشتر بخور. یه بار دیگه آب یخ مال باباته، ببر براش. راست که بابام تشنه است. این آب اشک چشاته، گریه نکن خواهر. دستمال بیارم. خسته شدم، یه قلوب آب بدین بهم بخورم دیگه. تازه داره خوشمون میاد. اگه نری همین بطری خودم شخصا. بریم جمع کن.